اگه عضله موربی یا همون پهلوی ضعیف داری این پست رو از دست نده. چند تا از بهترین حرکات که این بخش رو به خوبی درگیر میکنه رو میخوام بهت معرفی کنم. حرکت اول روی میز شیبدار اجرا میشه و برای درگیری قسمت راست موربی پای چپ آزاد میکنیم و بدنتون یه مقدار به سمت چپ مایل میشه و حرکت رو به این صورت اجرا میکنیم. همینطور برای درگیری قسمت سمت چپ موربی پای راست آزاد میکنیم و بدنتون به سمت راست یه مقدار مایل میشه. خب حرکت دوم به صورت سوپرست اجرا میشه. اول حرکت ساید پلانک اجرا میکنیم به این صورت. بعد از اینکه 20 تا 30 ثانیه حرکت ساید پلانک انجام دادیم، ساید پلانک رو به صورت متحرک اجرا میکنیم. باسنمون نزدیک زمین میشه و به این صورت حرکت رو تو 15 تکرار انجام میدیم. اگه این پست برات مفید بود حتما سیوش کن و با دوستات هم به اشتراک